با 3 کشور اروپایی آغاز شد و به توافق سعدآباد در مهر سال 1382 رسید. توافقی که به تعلیق فعالیت‌های غنیسازی جمهوری اسلامی منتهی شد. از نتایج تعلیق سال 82 پلوپ تأسیسات در نطنز و تعلیق ساخت و آزمایش سانتریفیوژها بود. در آن زمان جمهوری اسلامی فقط 923 سانتریفیوژ تولید کرده بود، اما در حال حاضر می‌بینی حرومزاده ها نمیخوام ما نصب شده دارد. به چیزی که حق اونه برسیم، فقط چوب لای چرخ ملت ما بکنن. 14 برابر بیشتر از سال 82. بر مبنای از سال 82 دارن این کارا رو انجام میدن. میتوان گفت موجودی اورانیوم غنی شده ایران در آن زمان بسیار ناچیز و عملا نزدیک به صفر بود. امروز اما جمهوری اسلامی بیش از 8000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در به به، کوش چشمی که نمیتونه ببینه. به این معناست که جمهوری اسلامی باید تمام این 8000 کیلو را به نحوی از بین ببرد. بیا الان از بین ببرش. از بین میره ولی رو سر اسرائیل.